سلام به همه مهندسین عزیز. با آموزش ترسیم سقف عرش فولادی تو نرم افزار رویت همراهتون هستم. نکته‌ای که هست اینو سقف رو نمیشه به عنوان فلور یا روف تعریف کرد تو این نرم افزار و جنس اون از جنس بیم یا همون تیر هست. واسه این ترسیم باید از منوی فایل قسمت نیو فامیلی بریم تمپلیت مورد نظر که تمپلیتش هست متریک استراکچر بیم رو انتخاب کنیم. همونطور که می‌بینید این تمپلیت یک تیر با مقطع مستطیلی داره که اونو باید ویرایش کنیم. واسه ویرایشش نقشه کد ورق سقف عرش فولادی رو وارد میکنیم به نرم افزار تا بتونیم از روی اون ترسیم کنیم. بعد از ترسیم کردن قرار دادن نقشه در جای خودش و ویرایش مقطع مستطیلی به مقطع ورق عرش فولادی متریال اون رو انتخاب میکنیم که متریالش حالا به صورت آنلاین هستش تو نرم افزار و متال دک و هر متریال دیگه هم که بخواید میتونید انتخاب کنید. بعد از اون واسه ترسیم قسمت بتونی سقف کپی میکنیم مقطع ترسیم شده ورق رو و یک مقطع جدید تعریف میکنیم از منوی کریت و ارتفاع بتونمون رو در نظر میگیریم و مقطع بتونی هم تعریف میکنیم. نقشه رو پاک میکنیم که مزاحم کارمون نباشه. میریم از قسمت رف لول مقاطعی که ترسیم کردیم رو باید دقت کنیم به رفرنس لاین ها الاین کنیم و اونها رو قفل کنیم تا موقع ترسیم تیرتون نرم افزار تمامی مقاطع و قسمت های این سقف کشیده بشه. متریال قسمت بتونی هم انتخاب میکنیم از نوع کانکریت C25 و حالا هر متریال دیگه‌ای که مد نظرتون هست. ما حالا یک سقف عرش فولادی داریم با جنس بیم که میتونیم اونو داخل نرم افزار وارد بکنیم. اونو سیو میکنیم با نام متال دک. حالا وارد نرم افزار میشیم، از قسمت استراکچر بیم رو انتخاب میکنیم و مقطع متال دک که تعریف کردیم رو لود میکنیم و حالا میتونیم سقفمون رو به صورت تیر ترسیم کنیم. باید دقت داشته باشین که همیشه سقف‌های متال دک عمود بر جهت تیرریزی سقف‌ها که عموما در اسکلت فلزی به کار میره ترسیم میشه، یعنی سقف‌ها جهت عرش فولادی عمود بر جهت تیرریزی انجام میشه. نتیجه کار هم که مشاهده میکنید. امیدوارم که این آموزش مفید بوده باشه واسهتون و هر سوالی که دارید میتونید داخل پیام رسانه‌ها و یا دایرکت بپرسید. برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم میتونید پیج منو فالو کنید.